حلقه‌های سه‌گانه الفی از مهمترین ارکان داستان ارباب حلقه‌ها و جزء حائز اهمیت ترین اشیاء سرزمین میانه هستند و علی‌رغم اینکه ما به عنوان خواننده این داستان تازه در پایان ماجرا متوجه حضور اونها و شناسایی مالکینشون میشیم و شاید اهمیت اونها و حکایتشون در جریان سفر حاملین حلقه و الف‌های بلندپایه سرزمین به غرب و والینور در فصل آخر کتاب سوم لنگرگاه‌های خاکستری به نوعی محو میشه، اما خواننده باز به این نتیجه میرسه که این حلقه‌ها در جریان پیروزی خیر بر شر در داستان نقش خودشون رو ایفا کردند که البته نقش بسیار مهم و حیاتی و پروزنی هم بوده. این ویدیو اختصاص داره به این حلقه‌های سه‌گانه، تاریخچه اونها، قدرت‌های اونها و در نهایت هم سرنوشتشون. پس تا پایان این ویدیو همراه من باشید. دوستان درود، من علی هستم و به کانال Never Miss a Point خوش اومدید. جایی که روایتی داریم در مورد آثار سینمایی و تلویزیونی و آثار ادبی فاخر با یک گرایش محسوسی نسبت به ژانر فانتزی. پس اگر به این رویکرد علاقه‌مند هستین لطفاً در این کانال سابسکرایب بفرمایید و گزینه نوتیفیکیشن رو هم فعال کنید. در ابتدای فیلم سه‌گانه ارباب حلقه ها، در اون مقدمه فیلم یاران حلقه دیدیم که حلقه های سه‌گانه الفی و به دست کنندگان اونها به تصویر کشیده شدند و یکیشون هم بانو گالادریل بوده و اون دو نفر دیگه هم البته خیلی هویتشون مشهود نیست. در جریان وقایع مهم عصرهای دوم و سوم، خصوصا در زمان رخدادهای پایانی عصر سوم، به دست کنندگان این حلقه های سه‌گانه الفی یکیشون همونطور که نشون داده شد گالادریل بود که حلقه ننیا رو به دست میکرد و اون دو نفر دیگه یکی گندالف بود که حلقه ناریا رو در اختیار داشت و سومین حلقه که به توصیف تالکین قدرتمندترین این حلقه های سه‌گانه است حلقه ننیا بود که مطابق داستان در دستان لورد الراند بوده. اما این دارندگان خب سازندگان این حلقه ها نبودند و در حقیقت این حلقه ها به اونها رسیده. اما برای نقل این ماجرا باید از رویدادهای داستان ارباب حلقه ها قدری به عقب‌تر برگردیم. در جریان وقایع عصر دوم، سارون ارباب تاریکی در قالب الفی زیبارو به نام آناتار نفوذ میکنه به قلمروهای الفی که وقایع کامل اون رو در ویدیوی سرگذشت سارون که احتمالاً مطول و چند قسمتی هم بشه به شکل کاملی شرح خواهم داد. در اینجای داستان اما کافی است که اشاره بکنم حوالی سال 1200 عصر دوم، آناتار یا همون سارون در کنار الفهای شهر ارگیون قرار میگیره. رو به الفی که در واقع آخرین پایگاه الف‌های نولدور در سرزمین میانه است. در منطقه ارگیون الف قدرتمند بلندپایه‌ای بر مسند قدرت نشسته که نامش کلبریمبوره و نواده فئانوره، شخصیتی از سرشناسترین الف‌های دوران باستان که در کنار خصوصیات بسیار منحصر به فردی که داره، سازندگی و صنعتگری هم از صفات بارز اوست. در مورد این فئانور پدر بزرگ کلبریمبور میدونیم که او سازنده جواهرات سه‌گانه سیلماریل هستش که وقایع عصر اول جهان تالکین کلاً بر محور این جواهرات میچرخه و جنگ‌ها و خونریزی‌ها و حکایت‌های فراوانی در جریان مالکیت و تصاحب اونها نقل شده. به طور کلی در خصوص سازندگی و صنعتگری و چیره‌دستی و مهارت‌ها و توانایی‌های خاص در جواهرسازی و اسلحه سازی الف‌های نولدور اصولاً با استعدادتر و زبان‌زدتر بودن نسبت به سایر خویشاوندانشون که در میون اونها فئانور که فرزند اول فینو است و خاندان او که به کلبریمبور میرسه چیره دست‌ترند و در این هنر و صنعت زبان زد هستند. باری سارون ارباب تاریکی که میدونیم از قابلیت‌های او تغییر شکل بوده و به کالبدها و فرم‌های فیزیکی مختلف میتونسته در بیاد، در قالب آناتار این بار در کنار الفای رگیون قرار میگیره و خودش رو ارباب هدایا معرفی میکنه و این الف‌های تشنه قدرت و حریص در کسب اطلاعات و دانش در خصوص مهارت‌هایی از صنعتگری رو میفریبه که من هدایایی که دانش و بینش و هوش و فناوری باشه رو از سمت والار، از غرب، از والینور، از سرزمین خدایان برای شما به ارمغان آوردم و به واسطه این بینشی که در اختیار شما خواهم گذاشت میتونیم سرزمین میانه رو متحول بکنیم و اون رو مثل والینور و شهرهای اسطوره‌ای و پرشکوه
روحش زیبا و افسانه‌ای و اساطیری بسازیم. داستان نقل میکنه که گیلگالاد شاهنشاه الفای سرزمین میانه و الراند پیشنهاد این ناشناس رو رد میکنند و به او اعتماد نمیکنند، اما کلبریمبور در شهر ارگیون او رو با آغوش باز میپذیره و حقیقتاً سارون که واقعاً هم دارای هوش و بینش ماورایی در خصوص صنعتگری و جواهرسازی هم بوده، اون دانش و بینشش رو هم در اختیار کلبریمبور قرار میده و الف رو عمیقاً میفریبه. در مورد سارون هم این توضیح رو باید بدیم که او پیش از اون که فریفته و شیفته ملکور بشه و به خدمت ارباب تاریکی نخست در بیاد، مدتها مایایی بوده که زیر دست آوله به خدمت و بندگی مشغول بوده و فنون بسیاری رو هم از این خداوندگار صنعتگری یاد گرفته و در نتیجه در اون هنر چندته پری داشته. بر اساس این افسانه گفته میشه که سارون 3 قرن در کنار کلبریمبور و در ارگیون باقی میمونه و این برنامه ریزی بلند مدت خودش رو لحظه به لحظه بیشتر به نتیجه گیری نزدیک میکنه. در پایان این مدت 300 سال، حوالی سال 1500 عصر دوم، اونا در کنار هم حلقه های 9 گانه رو میسازن که در این ویدیو توضیح دادیم که به دست انسان ها میفته و اونها تبدیل به اشباح حلقه میشن و همینطور حلقه های 7 گانه رو هم میسازن که مطابق مطالبی که در این ویدیو نقل شد، اونها هم در اختیار دورف ها قرار میگیره و این 16 تا حلقه جادویی حقیقتا در نوع خودشون آثار برجسته ای از جواهرسازی های جادویی به شمار می اومدند که منحصر به فرد بودند و البته تاریخ ساز و دگرگون کننده سرنوشت ساکنین سرزمین میانه. اینی که کلبریمبور چه در سر داشت و اینکه آناتار در به تصویر کشیدن سرزمین میانه رویایی چه نیرنگی رو دقیقاً به کار بسته بود، منطقاً میشه این گونه استنباط کرد که این حلقه های 16 گانه جادویی قدرتمند که به زعم کلبریمبور به پاکی و نیکی ساخته شده بود، اما دسیسه و نیرنگ سارون قدرت طلبی و آزمندی رو در اونها جای داده بود، میبایست در اختیار بزرگان و خردمندان سرزمین قرار میگرفت و با اعطا کردن قدرت‌های شبه خدایگونه این خردمندان رو خردمندتر میکرد و اون قدرتمندان رو هم قدرتمندتر میکرد تا بلکه در راستای آبادی و آبادانی سرزمین میانه بکوشند. اما بعد از ساخته شدن این 16 حلقه و پیش از اینکه بخواد نقشه ساخت این آرمان شهر کلید بخوره، سارون وارد عمل میشه و نقشه اصلی و اولیه خودش رو وارد فاز بعدیش میکنه. مطابق این نقشه شوم، سارون به یک فاصله احتیاج داشته که در خفا و پنهانی مراحل پایانی نقشش رو به اجرا بگذاره. او کلبریمبور رو و سرزمین ارگیون رو ترک میکنه و به مردور برمیگرده و به واسطه دانش‌هایی که خود داشته و همینطور مطالبی رو هم او از کلبریمبور آموخته بوده، حلقه یگانه قدرت خودش رو در آتش سوزناک کوه هلاکت میسازه. حلقه‌ای با یک قابلیت جادویی بسیار ویژه، این که بتونه تمام اون حلقه های 16 گانه رو رهبری و هدایت بکنه. حلقه‌ای برای حکم راندن، حلقه‌ای برای یافتن، برای آوردن و در تاریکی به هم پیوستن. از اون طرف هم کلبریمبور در ارگیون بیکار نمینشینه و از دانش و مهارت‌هایی که در اون 3 قرن از آناتار کسب کرده بود و با استفاده از این فرصت به دور از آناتار حلقه‌های 3 گانه الفی رو میسازه. همین حلقه‌های ویلیا، ننیا و ناریا که این حلقه‌ها البته از تملک الف‌ها هیچ وقت خارج نمیشه، به جز یک مورد البته که اون هم اهدا میشه. باری حلقه یگانه قدرت سارون که در مردور ساخته میشه و به محض اینکه سازنده اون ارباب تاریکی سارون اون رو به دست میکنه، کلبریمبور تازه متوجه میشه که چه اتفاقی افتاده و ناخواسته درگیر چه نقشه شومی شده و مستعسل و سراسیمه به نزد گالادریل میره برای مشورت و این بانوی خویشاوند همتبار نولدوریش که او خردمندترین شخصیت در سرزمین میانه است، توصیه‌ای که به او میکنه نابودی همه این حلقه هاست. اما کلبریمبور درست مثل فئانور که نتونست رضایت بده به نابودی سیلماریل هاش برای بازگرداندن نور به سرزمین، او هم قادر نبود که از این آثار هنری خودش دل بکنه و رضایت به نابودیشون بده. کاری که او میکنه اینه یکی از این حلقه ها رو به گالادریل تقدیم میکنه برای اینکه اون رو پنهان و مخفی در امنیت نزد خودش نگه داره و 2 تای دیگر رو هم برای گیلگالاد میفرسته به لیندون در منتهای علیه غربی سرزمین میانه و در حقیقت این گیلگالاد هستش که یکی از این 2 حلقه‌ای که بهش میرسه رو به کردان کشتی ساز میده. به این ترتیب حلقه ها در اختیار
اختیار 3 شخصیت پرنفوذ و قدرتمند در جهان در میان الف‌ها قرار میگیره که البته منطقی هم بود. بهتر از این بود که هر ستاش دست یک الف باشه، چون در صورت سقوط اون یک الف هر ستای این حلقه های ارزشمند به دست دشمن میافتاد. اتفاقی که به درستی هم پیش بینی شده بود و مصادف با سال 1697 عصر دوم این بلا بر سر خود کلبریمبور در جریان سقوط ارگیون و لشکرکشی سارون به این شهر نازل میشه و به این ترتیب دوراندیشی لرد کلبریمبور موجب میشه که تنها حلقه های 9 گانه و حلقه های 7 گانه به دست سارون بیفته و سخت ترین شکنجه ها هم نمیتونه روی او مؤثر بیفته و او جای حلقه های 3 گانه و حاملین و مالکین فعلیش رو لو نمیده. این موضوع هم البته به قیمت جان او تموم میشه. به این ترتیب بعد از مرگ این الف حلقه ساز از حلقه های 3 گانه الفی حلقه ننیا در دستان گلادریل باقی میمونه. حلقه ناریا رو هم گفتیم گیلگالاد به کردان کشتی ساز میده و این اوست، یعنی کردان کشتی سازه که وقتی گندالف بعدتر به سرزمین میانه قدم میگذاره صلاح میبینه که این حلقه رو به او که ایستاری و فرستاده منوه بوده تقدیم بکنه. ضمن گیلگالاد حلقه دیگری رو هم که در اختیار داشته به لرد الراند میده. به این ترتیبه که وقتی حوادث پایانی عصر سوم و مأموریت نابودی حلقه در داستان ارباب حلقه ها آغاز میشه، مالکان این حلقه ها همین 3 تن هستند. در مورد پیچش داستانی که متصل هستش به این حلقه های 3 گانه الفی مطرح میشه که چون این حلقه های 3 گانه به دور از آناتارک سارون باشه و تنها به دست کلبریمبور ساخته میشه، در نتیجه پلیدی ارباب تاریکی در اون دخیل نبوده و این حلقه ها قادرند منشأ نیکی و خیر باشن. این جمله تا حدودی درسته، اما تمام داستان این نیست. به این دلیل که درسته که کلبریمبور اونها رو به تنهایی و پنهانی و به دور از چشم سارون ساخت، اما این دانش و فنون سارون بود که در ساختن اونها دخیل شد و همچنان حلقه یگانه قدرت سارون بود که اون 3 تا رو هم میتونست کنترل بکنه. اما نکته اینجا بود که زمانی این کنترل میسر بود که حلقه یگانه قدرت رو سارون به دست میکرد و با در دست داشتن این حلقه میتونست سایر حلقه ها رو تحت رهبری خودش در بیاره. بر این اساس وقتی حلقه یگانه قدرت در عصر سوم گم میشه، این 3 الف والا مقام حلقه های 3 گانه الفیشون رو به دست میکنن و اونها رو با نیت های خیر و نیکو به کار میبرن. نکته دیگه در مورد این حلقه های 3 گانه این بود که وقتی اونها رو استفاده کنندگانشون به دست میکردن، این حلقه ها خودشون رو نامرئی میکردن و این قابلیت بود که در مخفی ماندن اینها بسیار کمک میکرد. به همین دلیله که ما در جریان داستان ارباب حلقه ها هیچ وقت توصیفی از انگشتری که در دست گندالف یا لرد الراند هست نمیشنویم. جالبه که وقتی گروه یاران حلقه به لوثلورین میرسند و فرودو برای اولین بار بانو گالادریل رو ملاقات میکنه، حلقه گالادریل رو هم میبینه و این تنها او بود که به واسطه حامل حلقه یگانه قدرت بودنش و همینطور هم مشاهده چشم سارون میتونست اون حلقه رو ببینه، که باز هم این دلیلیه بر وجود یک ارتباط طولی میان حلقه یگانه قدرت که در دست فرودو بود و حلقه های 3 گانه الفی. ضمن در داستان اومده بود که آنچه تنها سم تونسته بود ببینه این بود که درخشندگی خارق العاده ای از انگشتان بانو ساطع میشد که مانند ستاره ای در دستان او میدرخشید. این در واقع شرحی بود از قدرت‌های عمومی این 3 تا که هر 3 با هم اینها رو به اشتراک داشتن، اما کلبریمبور در زمان ساخت این حلقه های 3 گانه به هر کدوم از اینها توانایی‌های ویژه و منحصر به فردی هم داده بود. توانایی‌هایی که عمدتاً نمودهای درخشان و نمایشی هم نداشته. در میان این 3 حلقه ناریا حلقه‌ای بود که ارتباط مستقیمی با المان آتش پیدا می‌کرد. مطابق توضیح تلکین، نار که البته در زبان عربی هم معنای آتش رو میده، در زبان کوئنیا هم همین مفهوم رو داره و در نتیجه این حلقه بهش حلقه آتش یا حلقه سرخ یا The Red Ring هم گفته میشه و این حلقه همون حلقه‌ایه که از کلبریمبور به گیلگالاد و از گیلگالاد به کردان و بعد از اون به گندالف میرسه و در همین مورد در ضمیمه‌های ارباب حلقه ها میخونیم که این الف کشتی ساز که عمق بینش منحصر به فردی در سرزمین میانه داشته و میدونسته کسی که به بندرگاه‌های خاکستری او وارد میشه کی دوباره برمیگرده و چه ماجرایی رو هم تجربه خواهد کرد، گندالف رو که میبینه به اون میگه که این حلقه رو بگیر ارباب، که مسیر و باری که داری بسیار سنگین و طاقت فرساست، اما باشد که این حلقه پشتیبانت باشه در سختی ها، چرا که این حلقه آتشه و میتونه به قلب ها نور امید و بتابونه در دنیایی که به سمت سردی و انجماد پیش میره. به خاطر
داشته باشیم که کشتیساز پیش از گندالف سایر ایستاری رو هم ملاقات کرده بوده، حتی سردسته اونها سارومان رو، اما با این حال انتخاب میکنه که حلقه رو به گندالف تقدیم کنه. در جریان داستان هم دیدیم که حامل حلقه ناریا یعنی گندالف در تمام داستان در جاهایی که حضور داشت القا کننده امید و انگیزه برای مقاومت در برابر پلیدی و تاریکی بود و حقیقتا این کل داستان بود که بر پایه امید جلو میرفت. امید موفقیت دو تن از خردترین و ضعیفترین کاراکترهای داستان، به تنهایی اون هم در قلب سرزمین شرورترین کاراکتر عصر. ستونی بودن کاراکتر گندالف و المان امید و حلقه ناریا در جریان داستان زمانی مشخص میشه که او در نبردش با بلراگ موریا به اعماق سقوط میکنه و یأس و ناامیدیه که گروه رو تا رسیدنشون به سرزمین گالادریل تقریباً فلج میکنه. تالکین خیلی استادانه تاکید کرده که با سقوط گندالف اونها نه تنها یک عضو ارزشمند تیم رو از دست دادند، بلکه یک عامل به مراتب مهمتر رو هم فقدانش رو حس کردند، فقدان امید. حتی دیالوگی هم آراگورن داره در اینجا و میگه ما از این به بعد باید بدون امید راه رو ادامه بدیم. این عامل امید حلقه ناریا به همراه قدرت دیگه این حلقه که کاهش اثر فرساینده زمان باشه، به نظر میرسه به خود گندالف هم کمک‌های زیادی کرده باشه. اول اینکه او در مقایسه با سارومان پشتکار و امید و ابتکار عمل بیشتری داشت، علیرغم مسیر بسیار دشوارتری که این ایستاری نسبت به سارومان تجربه کرده بود. ضمناً در سرگذشت گندالف به این نکته هم اشاره کرده بودیم که او مایایی بود که بدون اصلا علاقه‌ای نداشت که به سرزمین میانه قدم بگذاره و درگیر مسائل و مشکلاتش بشه، چرا که اشاره شده بود که او اصولاً از پلیدی سارون بیمناک و بیزار بوده و علاقه‌ای به درگیری با اون نداشته و وقتی این مأموریت رو که مانوه بر او محول کرده بود رو میپذیره و در میدل ارت حاضر میشه، این حلقه ناریاست که احتمالاً امید هماوردی و موفقیت در برابر سارون رو به امیده. توضیح لازم این که این مقاومت در برابر عامل فرساینده زمان قدرتیه که این حلقه های سگان الفی هر ستاشون با همون رو داشتن. البته در مورد حلقه ننیا یا حلقه آب که از سمت کلبریمور سازنده اون به گالادریل اهدا شده بود، میبینیم که این خاصیت مشهودتر و حتی از خواص اصلی اون حلقه است. توصیف ساخت و مشخصات ظاهری این حلقه در فصل آخر کتاب بازگشت شاه بهش اشاره شده، جایی که ظاهرا این حلقه ها تبدیل شده بودن به انگشتری های ساده و بی اثر بدون قدرت های جادویی و در نتیجه همه میتونستن اونها رو در دستان حاملینشون ببینن. توصیف شده که این انگشتری پایش از فلز میتریله و روی اون جواهری سفید رنگ و درخشان از جنس الماس قرار گرفته، برخلاف حلقه آتش که پایه اون طلا و سنگ روی اون از جنس روبی یا یاقوت سرخ بوده. اما در مورد حلقه ننیای گالادریل که فرودو وقتی تونست اونو ببینه در توصیفش اینطور میگه که دستان بانو در حدی میدرخشیده که پیکرش از نور اون روی زمین سایه مینداخته و در مورد قدرت‌هاش میخونیم که این حلقه توانایی‌هاش در حفظ و نگهداری و محافظت و پنهان شدن از شر بوده و گالادریل زمانی که میتونست از این حلقه استفاده بکنه، زمانی که حلقه قدرت سارون مفقود شده بود، به وسیله اون قلمرو لورین رو به زیباترین شکل ممکن آراسته و نامیرا و نفوذناپذیر در برابر هر گونه آسیب و شر و پلیدی میکنه. بارها توصیف شده که این سرزمین به شکلی جادویی زیباست و سرشار از صلح و آرامشه، به این علت که به واسطه قدرت‌های ننیا هیچ گونه پلیدی از جمله اثر زمان و فرسایش و پیری و کهولت و مرگ و میر در این سرزمین وجود نداشته و پلیدی و شرارت اصلا اون رو پیدا نمی‌کرده. در حقیقت به همین علت بوده که سرزمین بانو گالادریل لاتلورین در مقایسه با سایر قلمروهای الفی مثل ریوندل و یا قلمرو الفای جنگلی در مرکوود از شکوه و زیبایی و عظمت غیر قابل مقایسه‌ای برخوردار بوده. توضیح لازم البته که در یکی از دیالوگ‌ها الراند اشاره میکنه که توانایی‌های نظامی و جنگی البته هیچ کدام از اهداف این حلقه‌های سگانه الفی نبودند و در نتیجه در مورد حلقه ننیا هم نمیتونیم بگیم قدرت حفاظت و توانایی‌های تدافعیش از جنس جنگی بوده و حامل حلقه انگار زرهی پوشیده باشه و از آسیب مسون بمونه. در جریان داستان حتی بارها دیدیم که جنگل‌های لورین به وسیله اورک‌ها مورد حمله و تاخت و تاز قرار میگیره در دوران جنگ‌های حلقه، اما این مواضع به شکل جادویی در امن و امان باقی میمونه و حتی پیدا نمیشه. صریحاً اشاره شده که سرزمین
لورین و قلمرو گالادریل و همچنین ریوندل و قلمرو لرد الراند تنها در زمانی سقوط خواهد کرد که خود سارون شخصا به اونجا لشکر بکشه. اما میرسیم به حلقه سوم، حلقه هوا یا ویلیا که در دستان لرد الراند بود و او این حلقه رو از گیلگالاد دریافت کرده بود و گفته میشد قدرتمندترین این حلقه های سگان است. توصیف شده که این حلقه پایه طلایی داشته و روی اون یک جواهر یاقوت کبود بسیار درشتی هم نصب شده بوده. برخلاف اون دوتا حلقه دیگه در مورد این حلقه سوم که در مورد قدرت‌هاش هم تاکید شده که از اون دوتای دیگه بیشتر بوده، اتفاقا حرف زیادی زده نشده و این تنها قدرت‌های لرد الراند و اعمال او در جریان داستانه که از طریق اونها میتونیم در مورد قدرت‌های ویلیا حدسایی بزنیم. در خصوص قدرت‌های مشترکی که با سایر حلقه‌های دیگه هم داشته شکی نیست اینکه خود این انگشتری نامرئی بوده و همینطور مسئولیت ایجاد می‌کرده در برابر آسیب زمان و فرسایش اون. در سیلماریلیون توصیف شده سرزمین لرد الراند ریوندل همیشه پناهگاهی بوده برای خستگان و در راه ماندگان و افسردگان که شاید بیماران رو هم بتونیم در میون اونها در نظر بگیریم و ضمن اون اشاره شده که جایگاهی بوده برای کسب مشاوره و پندهای خردمندانه. بارها اشاره شده که بسیاری در جریان داستان از نور خرد و حکمت لرد الراند بهره مند می‌شدند. چنین توانایی‌هایی تا حدودی یادآور قدرت‌های حلقه ناریاست و اینکه اطرافیان و یاران در حضور گندالف میتونستند از گرمای امید بهره مند بشند. این حلقه ظاهراً قدرت‌هایی هم از جنس حلقه ننیا در اختیار داشته و مشابه سرزمین لورین که مملو از صلح و زیبایی و جوانی و شادابی بوده و پلیدی و شر هم نمیتونسته اون رو پیدا بکنه، قلمرو ریوندل هم در مقیاس‌های کمتر یک چنین ویژگی‌هایی داشته. به این ترتیب اونچه که استنباط میشه در مورد ویلیا اینه که شاید این حلقه مجموعه‌ای از قدرت‌های اون دو حلقه دیگر رو هم در خودش داشته. اما در کنار این قدرت‌های جامع حلقه ویلیا، این توانایی شفا دادن بوده که ظاهراً قدرت منحصر به فردش به شمار میرفته و حامل اون لرد الراند مطابق گفته گندالف معروف بوده به استاد چیره دست شفا دادن و معالجه فرودو از اون زخم مهلک خنجر مرگل که به دست ویچکینگ انگمار در بلندی‌های آمونسول بر او وارد شد نمود بارز قدرت‌های حلقه ویلیا در دستان لرد الرانده. بعد از اینکه فرودو زخمی میشه، آراگورن فوراً پی میبره که قدرت معالجه این زخم رو نداره و بعد از اون گلورفیندل هم اقرار میکنه که توانایی لرد الراند فقط میتونه که این زخم رو معالجه کنه. حتی خود گندالف که شعله امید داستانه میگه وقتی من در ریوندل زخم فرودو رو دیدم امید از من پر کشید و پنداشتم که فرودو برای همیشه از دست رفته، اما لرد الراند فرودو رو معالجه میکنه. استنباط میشه که تالکین البته برای ایجاد جذابیت قدری هم قدرت‌های نمایشی برای این حلقه‌های سگانه در نظر گرفته. اینکه مثلا گندالف که دارنده حلقه آتشه توانایی‌های خارق‌العاده‌ای در کنترل آتش داره، از جمله ایجاد نمایش‌های آتش بازی حیرت انگیز و ایجاد شعله‌های آتش از هیچ حتی در سرمای بسیار شدید و یا مقابلش با آتش بلراگ موریا. حلقه ننیا یا حلقه آب بانو گالادریل هم میتونه یک ارتباط‌هایی با اون آینه آبی بانوی الفی پیدا بکنه و در مورد حلقه هوا یا حلقه ویلیا که در دستان الراند بود همیشه اینطور نتیجه گرفت که اون طغیان رودخانه قبل از ورود فرودوی مجروح به ریوندل هم ناشی از قدرت‌های الراند بوده و برانگیختن بادها و تولید موج‌های خروشان آب رودخانه میتونه اشباح حلقه رو که در تعقیب فرودو بودند رو متفرق کنه. پیشش داستانی دیگه‌ای که در خصوص این حلقه‌های الفی مطرحه و نمود اون رو بیشتر البته در مورد حلقه‌هایی که در اختیار بانو گالادریل و لرد الراند یعنی ویلیا و ننیا هست می‌بینیم، حکایت از دست دادن قدرت‌هاشونه که بعد از نابودی حلقه سارون و زمانی که قدرت‌هاشون رو از دست میدند توأماً باعث میشه که سرزمین‌های ریوندل و لورین هم شکوه و شادابی و زیباییشون رو از دست بدند و تبدیل بشن به قلمروهای متروک و معمولی. آخرین مطالبی که ما در مورد سرزمین لورین می‌خونیم اینه که در سال 102 عصر چهارم بعد از وفات پادشاه آراگورن، آروین ملکه سرزمین به اونجا میره و رحلت میکنه. اتفاق مشابهی هم در مورد سرزمین ریوندل میفته و با محو شدن تدریجی جلال سحرآمیز این سرزمین، الف‌ها رفته رفته به غرب هجرت میکنند و ریوندل هم متروک باقی میمونه. حاملین سگانه حلقه های الفی، لرد الراند، گندالف و گالادریل همراه با هابیت هایی که مدتی حامل حلقه یگانه قدرت سارون بودند، یعنی
بیلبو و فرودو مطابق داستان در 29 سپتامبر سال 3021 عصر سوم در بندرگاه‌های خاکستری موسوم به گری هیونز حاضر میشند و با کشتی که ارباب کشتی ساز برای اونها در نظر گرفته بود رهسپار والینور میشن و این حلقه‌های سگانه در دستان این حاملین که تنها یادگاری از عصر گذشته بودند به سرزمین خدایان انتقال داده میشن. دوستان عزیز، آنچه شنیدید سرگذشت حلقه‌های سگانه الفی بود که در کنار ویدیوی حلقه‌های 9 گانه برای انسان‌های فانی و حلقه‌های 7 گانه برای اربابان دورف پلیلیستی رو موسوم به حلقه‌های جادویی قدرت رو تکمیل می‌کنند که قسمت پایانی اون توضیحاتی در مورد حلقه یگانه قدرت سارون که به زعم سازنده اون ارباب تاریکی فرمانروای تمام این حلقه‌های 20 گانه بوده. صمیمانه تقاضا می‌کنم اگر این ویدیو رو دوست داشتید اون رو لایک بفرمایید که این حمایت شما بزرگترین دلگرمی و مشوق برای ادامه کاره و سختگیری متداول یوتیوب رو نسبت به تولید کنندگان محتوای فارسی تا حد بسیار زیادی جبران میکنه. درجه کامنت معنادار به زبان انگلیسی هم سخاوتمندی بیکران شما رو میرسونه. با سپاس از همراهی شما و با قدردانی از حامی محترم این برنامه تعمیرگاه تخصصی کارنکام این ویدیو رو به پایان میبرم. من علی هستم و اینجا کانال یوتیوب Never Miss a Point. تا ویدیوی بعد، بدرود.